من سلامی خود را به اکا و دادر و اپا و خواهر میرسانم. من مادری تنها هستم. در شهر رسیه برای خاطر فرزندان کار کنی اومدم. مردی کاری، من به شما مراجعت میکنم التماس به من کمک کنید برای یافتن فرزندم. دخترچه من محمد جانا و بنفشه ای روز 24 نوامبر 2023 ای خانه برآمده تا حال ترکش نیستند در حجابم. بنفشه خان تا کجای هستی نیستی و مو زنگ زن. فکر نمیکنی که از چه درجه محنت کردید برای خاطر شما. نخواه که تو برای یا پر زنگ نزنی. التماس میکنم کسانی که همی دختری من دید است یا که کسانی همی دختری من تک جای بچه ها که هست با ما مراجعت کنه. التماس با همین نمره 935 کسی من زنگ بزنه که دخترچه دریافته ما 40,000 توفش میکنه. التماس میکنه. سلام دوستان، شما بخیر. راستیش ناله مادر جگر سوخته، مادری که قلبش پاره شده خیلی غمگین میکنه. من حیران بعضی خواهرها هستم، حیران بعضی بنام برادرای مسلمان هستم که چونین رفتار نسبت یک خواهر مسلمان، نسبت یک مادر، اشک یک مادر میریزنن. ای برادرای عزیز، ای شخصانی که مقصد مادر نداره، ای شخصانی که مادر داره، شخصانی که مقصد قدری مادر نمیدونه، به قدری قطره آب دیده مادران برسه. مادر جگر سوخته که از شهر خرقان تپه است، از باختر یازیره، جگراش دیل جگرش سوخته است در حق فرزند. در مسکو در خنکی که حوز تای 20 گرادوس 6 گرادوس 10 گرادوس خنکای گیریا و نولا کرسه یک سو ایش فهمش منابتی با دختر تا میکنم باش. خواهری عزیز مرجانم داشت چینو داشتی، خواهری عزیز با پیش مادر تا بر بگرد. خطیه بی زنگ بزن مادر عزیز در او جام. ای خواهرای عزیز، تو فرزند نیاوی به قدر مادران نمیرسی. ای برادر عزیز، تو فرزند نیاوی به قدر مادران نرسی. ببینه که در یک اسدادی پروردگار در اترا میزنه. ببینه که هیچ یک ضربه به جواب نمیمونه، خصوصا در حق مادرها و خواهرها. والله قسم از خدا بترسید. فکر این مادرای جگر سوخته را کنید. ببینید ناله کرده است مادر به خاطر الله، به خاطر همین گریه مادر، به خاطر اشک همین ریزان همین مادر همین ویدیو را پخش کنید. یک لایک، کامنتری که والله قسم من از میو بیزارم به خاطر که پرس مادر بگیره همین خواهرگی اخشه و همین نوارا را در گروپ هات پرتوی. ما مسلمان هستیم، ما باید فکری چونین خواهرها را کنیم. بچه‌هایی که میدزده، بچه‌هایی که میبره خواهرها را نمیمونه گپ زدن. خواهرای عزیز، برای یک ساعته، یک مقصد 2 ساعته، برای یک ساله و یک هفته نه استراحت خودتون اگر گروپ امشا کیف راحتی که حاضر کرده پگاه روز جواب میتی پیش خدا. برای اشک این مادر برادرها از خدا بترسی، چونین نکنید نسبت خواهرها. ما از برای خدا کرده استادیم. التماس نما را پناه کنید. خداوند صبر بده این مادر. خواهری عزیز گم شدگی از ماه نوامبر التماس در کجای هستی التماس دیده به همین رقم زنگ بزنید، رقم مادر شد. فقط از خدا بترسید، وقتی مادر را نگیرید. خدا صبر ته به اهل بیت مادر. حتی مادر ای سوختن دلش نمیدونه چیکار کنه، چی بگه. میگه که من 40,000ش میتیم کسی بیاوش، هم اویل که ما اوش داره میگه میتیمش. رحم کنی، از خدا بترسید، به خاطر خدا التماس نوارا پاک کنید. دوستان عزیز، ما مسلمان هستیم، هر یک کدوم ما خواهر داریم، ینگه داریم، جیان داریم، عمه داریم. به خاطر الله خداوند صبر ته به مادر التماس نوارا پاک کنید. خدا نگهدار.